و خدا ناز چرا بمیرم عیب شما لا لا لای نای لا لا لای. این یکی از 5 ترانه آخرین هنرمند جوان و سرشناس تاجیک دمیربک عالیموف است که طرحش را کشیده و اما هنوز به شکل کامل به هوادارانش پیشنهاد نکرده است. دوستان و همکارانش میگویند در ترانه های آخرش بیشتر یادی از مرگ و نیایش به خداوند میکرد. آخرین شعری که قرائت کردم: ای بار خدای عرش کرسی، هیچ چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی. یا الله یا الله گفتن یک غزل نو ایجاد کرده بود که متاسفانه همین آخران یکی از آخران ثبت‌هاش آخران سروده هاش همین. یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه ای. دمیربک عالیموف عضو گروه 6 مقام خانان نوری خوجند زیر رهبری هنرمند اتحاد شوروی جورابک مرادوف بود و خود را پیرو مکتب هنری این هنرمند سرشناس میدانست. او با همراهی شرکت جی ام نقشه داشت که پس از 1 ماه شب ایجادیش را بعد 4 سال توقف برگزار کند. دوی تایید کردیم باید هر خواننده ازبکستان کتیب میخوندم. سرودش تایید کردیم، متنش گرفتیم. با جشن استاد جورابک مرادوف وقت سرود تایید کرده بود. و یا تاییدی ما دیسوده بودن، ما کلیپ و همین چیزاش آماده گرفته بودیم. کنسرت چه نقشه گرفتیم که ما 7-8 مرد نقشه کنیم و هم کنسرت چه روزی مادرون بگذارونیم تیر. اما سفرهای هنری مسکو و وایبه که یک بار رفته اومد با رسیه یک چه زده اومدیم به نزدیکی با همون نقشه رو گرفتیم که با مسکو هم کنسرت مونیم. نقشه زیاد بوده. دمیربک عالیموف 33 ساله تقریبا ساعت 2 شب 5 فوریه در یک فلاکت راه جان باخت. و آن شب از معرکه برمیگشت. 2 مطرب گروهش نیز با او بودند. به گفته ناظران راه، او که خود سر فرمان خوانده بود در نزدیکی باغ ملی ناحیه باباجان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده است. در نتیجه ماشین از راه بیرون شده چپه گردیده است که هنوز چند قسم احتیاطی آن و آثار صدمه در نزدیکی راه دیده می شوند. به اطلاع دریافتی، نوازنده ها سهراب بردی فی 26 ساله و مقیم جان یوسف فی 28 ساله در بیمارستان بوده. وضعیت اولی نسبتاً وزنین گفته می شود. در مراسم ویدا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، 10 نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند. جسد دمیربک عالیموف را در آرامگاه ابوبکر صدیق ناحیه دیوشتیچ غانچه سابق دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک فرزند خاندان و انسان حلیم و نیک بود. فقط سخنوی وای که بود، یگان بدرفتار نبود. همیشه همه حرمت میکرد، همه خودش بالا میدانست. خیلی بچه خاکسار بود، یالوخ بچه بود. خیلی حیفی دمیر جانم. از لحظه به شبکه‌های اجتماعی راه یافتن خبری مرگ دمیربک عالیموف، صدها نفر دریغ خوردند. همکارانش از او آوازخوان معنیسه را نام بردند و نبودنش را ضربه سخت به عرصه هنر در کشور می‌دانند. از ماه سپتامبر بیرون میکردم وقتی تبش نه اونقدر بریده بود مثل پیشتر. همیشه ما حس میکردم اینکه روزیگه امروز شخصا برای من دمیربک یک صنعتکار و همکار نه، این اکوی من، دوستی نزدیکی من که در همه لحظه های نزدیک من امروی من بود و من بسیار احترام میکنم، دوست میدارم. یگان روزی خورسندی و سختی من نبود که امروی من نباشه. اساسا وقتی که ما شنوشتیم دمیربک همکارس من که بود تنبیر مینواخت، تنبیر بسیار میخواست که ژانری کلاسیکی تاجیکی 6 مقام تاجیکی رو به پیش برد و چقدر پیشتم باوری داشتم که صنعتکاری بزرگ میشد و بعد از ختم کالج من خب به شهر دیگه سفر کردم در
دیدیم در مرور زمان که دمیربک با همین انعنه‌های ترانه‌های انعنه‌های ملی تاجیکی نام برآورد و افتخار ملت هم گشت که خطاب می‌کنیم. دمیربک علیموف که سال 2011 اول با ترانه زلفان میده‌داری به مخلصانش معرفی گردید و دیرتر با ترانه دنیا مشهور شد، از سال 2004 به آموزش کسبی در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شروع کرده است. پرواز هنری او همچون نوازنده همراه جوربک مرادوف در آزمون بین المللی شرق ترانه‌داری ابتدا گرفته، از آن بعد قریب همه ساله آوازخوان سال انتخاب می شد و دهها جایزه های معتبر منطقه را صاحب می گشت. اخیراً جایزه ترانه طرح موسیقی از پلوس را صاحب شد. سرودهای مورگش با نگینه امانقلوه او را تا ممالک امریکا و عرب برد. تا این دم دو آلبوم سرودهایش را با نام مستی ترانه و دنیا به هواداران موسیقیش پیشکش کرده و آلبوم سومش را باید این بهار معرفی میکرد که مرگ او را تا به آن لحظه نرسانید. گفتی که میروم به سمرقند نزد تو، بالله محلی نشکر نیامدی. دیگر نمیبود افسوسی بچه جون ما 100 دقیقه فرزند بود. دمیربک علیموف زاده ناحیه دوشتیچ ولایت سوغد و فرزند باتوربک علیموف هنرمند شناخته در منطقه است. از خود 3 فرزند و چندین سرود گذاشت. آخرینش بچگی هم بود که بر متن شاعر طالب آذرخش آماده شده است. یک من التماسم است که ممکن که من خطا باشد بچه که من بوری اخیرم و کفکربی بسید رحمتی کلام هماتون رحمتی کلام. هر سال در تاجیکستان صدها سانحه یا صدمه نقلیاتی روی می‌دهد. مقامات میگن در این حادثه ها 10 نفر جان خود را از دست داده، عده مجروح و معیوب میشوند. در یک صدمه پرسر و صدا در ماه اوگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری هم به هلاکت رسیده بود. گر خیرتمند پرارمان رفت از روی زمین، باز در روی زمین رویت خیرتمندی دیگر. یاران می روند در شماری به شماران می روند. زندگی باقیست یاران می روند در شماری به شماران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر از جهان بس نامداران می روند. نام داره تا بی پایان دیرتر از جهان بس نامداران می روند. بروی عاشق زین گلستان گل عذاران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند. آرزومندان به یادی روزی نیک، روزی برف و روزی باران می روند.
تلاشی قطره از کناری چشم ساران می روم عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی 100,000 می روم حافظان و شاعران مثل من در ردیفی 100,000 می روم عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی 100,000 می روم زندگی باقی است یاران می روم در شماری به شماران می روم نامدار تا بی پایان دیرتر از جهان بس نامداران می روم نامدار تا بی پایان دیرتر از جهان بس نامداران می روم از جهان بس نامداران